بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون اینترنتی آنتن. صدا و تصویر ما را از ورزشگاه وحدت آستارا دارید و دیدار دو تیم شهرداری آستارا و داماش گیلان که همین الان با سوت محمد میرزایی داور وسط این دیدار آغاز شده. در تیم شهرداری آستارا گودرز داوودی درون دروازه ایستاده، محمد جواد لورایی، محمود صالحی، داروش بخت، سهیل پوربخش، فرشید پاداش، ادریس کوچکی، وحید اسکرپور، امیر علی دادی، امیر محمد حسینپور و بلال عراضی 11 بازیکنی هستند که سرمربی جدید این تیم یعنی قاسم دهنوی به زمین مسابقه فرستاده. اما در تیم مقابل یعنی داماش گیلان سعید ابراهیم پور درون دروازه است، محمد امینی، فردین نجفی، محمد شریفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی مهدی خانی، محمد سجاد قلیبیگی، علی خدایی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا و محسن انبساطی 11 بازیکنی هستند که آقای رحمان جان شاهلو سرمربی تیم داماش گیلان به زمین مسابقه فرستاده. با هماهنگی‌هایی که باشگاه داماش انجام داده، شما بینندگان عزیز به صورت زنده و مستقیم دارید این دیدار رو از این ورزشگاه یعنی ورزشگاه وحدت آستارا میبینید. بازی 2 دقیقه است که آغاز شده و 0-0 مساوی هستند دو تیم. هواداره تیم داماش هم در ورزشگاه حضور دارن و تیم محبوب خودشون داماش گیلان رو تشویق میکنن. توپ در اختیار داماشی هاست. قلیبیگی میانه میدان، توپش نرسید به فردین نجفی. عرض کردم که محمد میرزایی داور وسط این دیدار هست، علی اکبر نوری کمک داور اول و داوود اروجلو کمک داور دوم هست. داور چهارم هم هادی صحرایی است. ناظر این دیدار هم آقای رضا فرزینور هستند از استان مازندران و شاهین حاجی بابایی هم ناظر داوری این دیدار. فرشید پاداش کاپیتان تیم شهرداری آستاراست و در این سمت مهرداد بایرامی کاپیتان تیم داماش گیلان. توپ در میانه میدان، شهرآورد شمال کشور، دیدار دو تیم شهرداری آستارا و داماش گیلان. توپ در زمین تیم داماش، توپ تاثیر میذاره انبساطی، بازم امیر علی دادی، یک بار دیگه داماشی ها. حالا بایرامی صاحب توپ میشه. بایرامی در میانه های میدان،
تماشاگر تیم داماش رو میبینید که با 2 دستگاه اتوبوس خودشون رو رسوندن به ورزشگاه وحدت آستارا با حمایت مدیریت باشگاه داماش گیلان جناب آقای نعیم‌پور و همکارشون. 2 دستگاه اتوبوس رو اختصاص دادن تا این هوادارهای خونگرم بتونن به ورزشگاه وحدت آستارا بیان و تیم محبوب خودشون داماش رو تشویق کنن. پاسم توپ در اختیار بازیکن تیم شهرداری که داور اشاره میکنه خطای هندی انجام شده و آغازگر بازی بازی رو دوباره داماشی‌ها آغاز میکنن. این هم هواداره خونگرم تیم شهرداری آستارا که در ورزشگاه حضور دارن و تیم محبوب خودشون رو دارن تشویق میکنن. یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری آستارا پشت محوطه جریمه، فرصت هست برای سفیدپوشان آستارا این سمت و دروازه‌ای که باز نمیشه و محمود صالحی توپش رو زد و توپ به بیرون رفت. سعید ابراهیم پور صحبت میکنه بازیکن تیم خودش که چرا همچین موقعیتی رو دادن به تیم حریف. شهرام حمیدی رو میبینید صحبت میکنه با مربی خودشون. سعید ابراهیم پور بازی رو آغاز میکنه میانه میدان. اعلام خطا میشه. دوباره توپ رو در اختیار دارن. اینجا صحبتی هم میکنه آقای فرزینفر با آقای شهرام حمیدی و میگه که باید عکاس ها پشت فنس قرار بگیرن. حالا اونا هوادار نیستن، عکاس هایی هستن که تو ورزشگاه حضور دارن. این هم نیمکت تیم داماش رو میبینید. بازیکن ها دارن گل یا پوش بازی میکنن روی نیمکت. حالا بازیکنایی که کمتر بهشون بازی میرسه باید از این کارا هم بکنن، متوجه دوربین ما میشن. خب صحنه جالب بود که همکارمون نشون دادن روی نیمکت تیم داماش. بازی رو از سر خواهیم گرفت. دروازه‌بان تیم شهرداری آستارا آغازگر بازی گودرز داوودی، توپش هنوز بیرون نرفته، در میانه میدان صاحب توپ هستن بازیکن تیم آستارا. شوتی که زده میشه و با اختلاف به بیرون میره. باز هم این چهره پیاده شماره 7 محمود صالحی. رابطه خوبی هم بین هواداره دو تیم شهرداری آستارا و داماش گیلان وجود داره. همدیگر رو مورد تشویق قرار دادن قبل از شروع دیدار. کار قشنگی که انجام
یک بار دیگه توپ بیرون میره و از کنار دروازه داماش و سعید ابراهیم پور بازی باید آغاز بشه. هوادارهای داماش رو میبینید، قطعا صداشون هم میشنوید، چه هوادارهای داماش و چه هوادارهای تیم شهرداری آستارا. دوباره در خط دفاعی داماشیا ثابت شد. محمد امینی، خود امینی میبره میانه های میدان، رو به عقب، انبساطی با هادی رفسنجانی، دوباره بازیکن تیم شهرداری آستارا از سمت راست زمین خودشون، فردی پاداش روی زمین میفته و اعتقاد داشت که خطایی روش انجام شده، اما داور همچین اعتقادی رو نداشت. ایرج عبدی رو میبینید از هیئت فوتبال استان گیلان، حاضر برگزاری هیئت فوتبال استان. و 10 دقیقه از این بازی رو پشت سر گذاشتیم. 0-0 مساوی. باز هم توپی رو میفرستن بازیکن تیم شهرداری آستارا و این سمت سعید ابراهیم پور. به چپ میارن توپو، بازم برمیگردونن. بایرامی در خط دفاعی ثابت. خود مرداد بایرامی به چپ، رفسنجانی برای فردین نجفی، فردین روی زمین میفته اما خطایی نیست. بازم بازیکن تیم آستارا در خط دفاعی خودشون صاحب توپ. دیگه بازیکن تیم شهرداری آستارا، توپی که زده میشه و کماکان موقع هست و توی دروازه. گل برای شهرداری آستارا و فرشید پاداش گل اول رو برای شهرداری آستارا به ثمر میرسونه. شهرداری 1، داماش گیلان 0. زننده گل این چهره کاپیتان فرشید پاداش و این هم تماشاگر تیم شهرداری آستارا که دارن خوشحالی میکنن. فرشید پاداش گل تیم شهرداری آستارا رو به ثمر میرسونه. آستارا در زمین خودش 1-0 پیش میفته از داماش گیلان.
بازی رو دوباره باید آغاز کنن بازیکن تیم داماش که این کار رو انجام میدن. از چپ به راست آوردن توپ رو و وارد دروازه داماش کردن. یک بار دیگه ببینید این صحنه رو. توپی که از سمت چپ زدن، یک بار گرفت این توپ رو سعید ابراهیم پور، اما اینجا دروازه داماشی ها باز شد. یه درگیری جزئی هم دارن بازیکن‌های دو تیم. فردین نجفی در بطن درگیری است. فرشید پاداش هم میاد و صحبت میکنه با بازیکن‌ها. حالا این ضربه رو محسن انبساطی خواهد زد برای داماش. دوخیز میکنه محسن انبساطی. توپی که فرستاده میشه داخل محوطه جریمه. فرصت هست برای داماش ها این سمت و توپی که در اختیار میگیره گودرز داوودی. مورد تقدیر محمد جواد لورایی هم قرار میگیره که این توپ رو گرفته. سرمربی داماش رو میبینید بعد از رفتن آقای درخشان، رحمان جهان شاهلو توپ رو به بیرون میزنن داماشی ها. پرتاب برای شهرداری آستارا. یاشین سزاوار هم میبینید از روی سکوها داره تیم محبوب خودش رو دنبال میکنه. بازیشو در اول فصل به عنوان سرمربی در تیم شهرداری آستارا حضور داشته و الان به عنوان یک تماشاگر داره بازی تیم خودش رو نگاه میکنه. حسن اشجاری یه چند روزی رو به عنوان سرمربی در تیم شهرداری آستارا فعالیت کرد و بعد از اون قاسم دهنوی. قاسم دهنوی اومد و الان به عنوان سرمربی داره فعالیت میکنه در تیم شهرداری آستارا. تشویق همزمان طرفداران تیم داماش. تیم محبوب خودشون رو تشویق میکنن در آستارا. این چهره قاسم دهنوی است، سرمربی جدید تیم شهرداری آستارا و سرپرست تیم آقای آزادمرد که در تصویر دیدید. توپ دوباره به بیرون میره. پرتاب برای شهرداری آستارا. توپی که
یک بار دیگه فرستاده میشه و به بیرون میره. حضور مسئولین رو هم داریم در جایگاه ویژه. آقای آرمان مدیر کل اداره ورزش و جوانان، آقای فرماندار شهردار و همچنین رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان و آقای احدی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان بندر ورزی آستارا هم در ورزشگاه حضور داره و بازی رو از نزدیک میبینن. برمیگردیم به بازی. دوباره داماشی ها سانتی که انجام میشه از سمت راست میخوان موقعیت رو ایجاد کنن بازیکن تیم داماش، اما توپ برگشت داده میشه. یک بار دیگه باز هم موقعیت هست. مهدی خانی توپی که فرستاده میشه و امیر محمد حسین پوره که توپ رو برمیگردونه. دوباره در میانه میدان بازیکن تیم آستارا صاحب توپ از سمت راست. حالا میخوان موقعیت رو ایجاد کنن روی دروازه تیم داماش. بلال عراضی رو به عقب، صالحی جایی که سهیل پوربخش حضور داره، پوربخش به راست، بلال عراضی و ادریسی کوچکی. دوباره در میانه میدان بلال عراضی، انبساطی به چپ. حالا موقعیت میخواد ایجاد بشه از سمت چپ برای داماش. محمد امینی سانتی که فرستاده میشه و برگشت تو. حالا اعلام خطا میشه. کاور یک کارت زرد رو میده به انبساطی. رحمان جهان شاهلو در کنار زمین صحبت میکنه بازیکن تیم خودش. آقای فرزینفر را هم میبینیم ناظر برگزاری این رقابت، آقای رضا فرزینفر که در جایگاه ویژه ناظری این دیدار حضور داره و کنترل این بازی رو در کنار آقای سیری و دیگر مسئولین. آقای عبدی حضور دارن و هر حال نظارت ویژه‌ای رو انجام میدن. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست، فرصت هست برای داماشی ها، رو به عقب، کماکان موقعیت هست برای آبی پوشان تیم داماش. یک بار دیگه یه شوت که این توپ هم به بیرون میره، روی زمین میفته. محمود صالحی، علی وهابی رئیس رواتومی هیئت فوتبال استان هم در ورزشگاه حضور داره. یه لحظه دیدیم چهرهش رو. این هم مربیان تیم داماش، شهرام حمیدی، مدیر تیم فوتبال داماش گیلان و سرپرست تیم رحمان جان شاهلو و آقای احمدی.
بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. محمود صالحی پرتاب رو انجام میدن. برادر پایان رفعت هم در ورزشگاه حضور داره. چهرش رو یه لحظه دیدید. دوباره داماشی ها توپ رو به راست میبرن. از همون سمت راست توپی که سانت میشه. محمد جواد لورایی برگشت توپ. دوباره از سمت راست بازیکن تیم شهرداری آستارا با ضربه سر توپ رو راهی کورنر میکنه. آرمان لطف خدا. این هم قاسم دهنوی. ضربه کورنر رو خواهند زد بازیکن تیم شهرداری آستارا. توپی که حالا فرستاده میشه با ضربه سر دور میکنن داماشی ها. دوباره حالا ضد حمله میخواد ایجاد کنن از سمت چپ که موفق نیستن و بازیکن تیم شهرداری میان صاحب توپ میشن. یک بار دیگه حالا بازیکن تیم شهرداری که توپ به بیرون میره. ضربه کورنر رو حالا خواهند زد بازیکن تیم شهرداری آستارا. بلال عراضی میاد تا این کار انجام بده. خود بلال عراضی دورخیز میکنه. عراضی میفرسته توپ رو. هنوز توپ به بیرون نرفته. موقعیت هست برای تیم شهرداری آستارا و حالا دور میکنه این توپ رو محمد شریفی. باز هم این سمت وحید اسکرپور توپ رو میزنه جایی که این چهره سعید ابراهیم پور میاد و در اختیار میگیره. اشتباه هست سعید ابراهیم پور. توپش خیلی زود رسید بازیکن تیم شهرداری آستارا. خودش به توپ رو جمع میکنه و یه اشتباه دیگه پشت اون اشتباهش انجام میده. البته توپ دور میشه. یارده عجله کرد سعید ابراهیم پور و توپ رو پاش جفت جور نشد. توپی که فرستاد دوباره از سمت راست بازیکن تیم داماش یه شوت و دیرک دروازه است که توپ رو برمیگردونه. چقدر قشنگ زدن این توپ رو داماشی ها. محمد شریفی بود که همین ضربه رو زد. آره خود شریفی بود همین بازیکنی که توپ رو در اختیار داره. دوباره داماشی ها در میانه میدان.
بازم روی زمین میفته گودرز داوودی. باید به وضعیت گودرز رسیدگی بشه. صحنه گل رو ببینید. توپی که اینجا در 2 ضرب میخواست بگیره سعید ابراهیم پور که موفق نبود. توپ اولی که اینجا زده شد دفع کرد، اما دیگه توپ برگشتی رو فرشید پاداش وارد دروازه داماش کرد. ببینید یکی دو بازیکن اونجا حضور داشتن اما موفق نبودن که جلوی بازیکن رو بگیرن و اینجا گل اول این بازی به ثمر رسیده تا اینجای کار. دوباره در میانه میدان توپ در اختیار بازیکن تیم شهرداری آستارا که اعلام آفساید میشه. پرتاب برای شهرداری آستارا. به توپ نرسید و توپ به بیرون رفت. بلال عراضی اجازه میده تا ادریسی کوچکی بیاد و این توپ رو پرتاب کنه. خود ادریسی کوچکی پرتاب انجام میشه. بازیکن تیم داماش صاحب توپ. بایرامی رزه رو به عقب. حالا جناب بازی رو عوض میکنن. دوباره به راست میارن توپ رو. دوباره بازیکن تیم داماش توپ رو به چپ میارن. حالا یه سانت به سمت راست. آفساید هم نبود. توپ آرومی که فرستاده شد. باز هم شریفی به چپ میارن. امینی میخواد شریفی دوباره محمد امینی به رو به عقب. هادی رفسنجانی سانتش انجام میده. برگشت توپ است بازیکن شهرداری. شریفی این بار سانت بلند داخل محدود جریمه. برگشت توپ از مدافعین و باز هم این سمت بازیکن تیم داماش صاحب توپ. رفسنجانی رو به عقب برای سعید ابراهیم پور. خود سعید صاحب توپ. سانتی که انجام میشه و بی هدف میرسه به گودرز داوودی دروازه‌بان تیم شهرداری آستارا. حالا توپ جمع میکنه. داوودی بلند به زمین تیم داماش. بایرامی حالا از سمت چپ میخوان حملی رو تدارک ببینن. ببینید چه کار میکنه قلی بیگی که خطا روش انجام میشه و داور دستور خودش میدمه. بلافاصله حالا ضربه خطا رو میخوان بزنن. محمد شریفی خود شریفی توپ رو در اختیار داره میذاره تا رفسنجانی بیاد این کار رو انجام بده. خود رفسنجانی بلند به زمین تیم شهرداری آستارا. برگشت توپ از مدافعین. دوباره ضربه سر شریفی. انبساطی از داماش رو به عقب میاره. انبساطی حالا میفرسته توپ رو. باز هم برگشت از مدافعین تیم شهرداری آستارا. انبساطی
رو به عقب. رفسنجانی در خط دفاعی، میانه میدان اعلام خطا. بلافاصله ضربه خطا رو میزنن بازیکن تیم داماش. سجاد قلیبیگی به چپ برای محمد امینی. امینی رو به عقب، بایرامی دوباره امینی، باز هم رو به عقب کار میکنن بازیکن تیم داماش. شریفی یه شوت زیبا رو زد شریفی، اما به تیرک دروازه برخورد کرد. دوباره انبساطی به راست میبره. خود انبساطی کمی عقب‌تر در خط دفاعی کار میکنن. هادی رفسنجانی، شریفی یه سانت بلند نرسید به فردین نجفی. این تو باز هم برگشت از بازیکن تیم داماش انبساطی بود که این توپ رو برگشت داد و توپ حالا به بیرون میره. از کنار دروازه داوودی باید بازی رو آغاز کنه. شهرداری آستارا 1 داماش گیلان 0. 38مین دقیقه از این دیدار. یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری آستارا و خطا نیست. داور میگه بازی ادامه بدید. باز هم به راست بیارن توپ رو. به بازیکن روی زمین افتاده اما بلند میشه، بازی میتونه ادامه بده. بازیکناش میخوان که بازی رو نگه دارن اما چون بازیکنشون بلند شد دوباره بازی ادامه میدن. رو به عقب میارن توپ رو بازیکن تیم شهرداری آستارا. این صدای هواداری تیم داماشه که در ورزشگاه میشنوید. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه، فرصت هست فردین نجفی و توپی که در اختیار میگیره گودرز داوودی. بازم آقای فرزین فر صحبت میکنه با مسئولین برگزاری این رقابت، با رئیس هیئت فوتبال علیرضا وهابی و آقای ارجنگ از مسئولین برگزاری هیئت آستارا. توپ رو میزنن بازیکن تیم داماش و به کورنر میره. آقای فرزینفر میگه که هم عکاسا از زمین فاصله بگیرن و همین که بازیکن‌های اضافی بیرون برن. ضربه کورنر رو حالا دارن میزنن داماشی ها. محسن انبساطی این کار رو باید انجام بده. خود انبساطی در تصویر میبینید، یه لحظه انبساطی میفرسته توپ رو داخل محوطه جریمه و داوودیه که کمی توپ رو دور میکنه. بازی رو به میانه های میدان میارن. علی خدایی به چپ، انبساطی، امینی و باز هم اینور مهدی خانی. رو به عقب سعید ابراهیم پور. اگه گل میخوان چرا اینقدر بازی رو عقب میبرن بازیکن تیم داماش؟ کلا در خط دفاعیشون دارن پاسکاری میکنن، توپ رو به عقب میارن از خط حمله. باید یه خورده بیشتر روی این تاکتیک های خودشون کار کنن. فردین نجفی، خود نجفی هر جور که از توپ رو میگیره، نجفی میزنه، باز هم نجفی، فرصت برای داماش و توپ رو از یک قدمی دروازه به بیرون میزنن داماشی ها. محمد سجاد قلیبیگی بود فکر کنم این توپ رو زد.
توپ به بیرون رفت. بله این چهره در 40مین دقیقه از این دیدار میتونست موقعیت خوبی رو برای تیم خودش ایجاد کنه و یک گل رو بزنه، اما موفق نبودن. این هم رحمان جهان شاهلو. حسرت این ضربه رو خوردن. توپی که از یک قدمی دروازه به بیرون زدن. وقت بشه همکارمون نشون بدن توپ بالا در میانه میدان هست، میتونن این کار انجام بدن. این توپی که اینجا دیگه کلن از یک قدمی دروازه به بیرون زد. گل نزدنش سخت‌تر بود تا گل کردن این توپ. به هر حال شهرداری آستارا در زمین خودش کماکان 1-0 پیش است از داماش گیلان و دربی استان گیلان فعلا با برد شهرداری آستارا دنبال میشه. یک بار دیگه ابراهیم پور به میانه های میدان. بازیکن تیم داماش اعلام خطا. داور یک کارت زرد رو نشون میده به بازیکن خطاکار و اخراج. یک کارت زرد رو قبلش نشون داده بود به داریوش بخت و داریوش بخت اخراج میشه. صحبت میکنه با محمد میرزایی و کار شهرداری آستارا حالا سخت‌تر هم میشه. داریوش بخت اخراج میشه در 42مین دقیقه از این دیدار. این داریوش بختی که در تصویر میبینید. سکوت هوادارای تیم شهرداری آستارا و اخراج داریوش بخت از زمین مسابقه. دیگه داور رأی خودش که بر نمیگردونه و داریوش نباید اینقدر اعتراض کنه. منجر به محرومیت خودش هم شاید بشه. حالا محمد سجاد قلی بیگی او رو راهنمایی میکنه تا به بیرون بره. داریوش بخت به هر حال اخراج شده و خودش هم از اخراجش متعجب هست، اما دیگه به هر حال این کار انجام میشه و خودش هم میگم کماکان معترضه که چرا اخراج شده و دوربین ما هم همچنان به دنبال داریوش بخت هست. داریوش که میگه اخراجش درست نبوده. تصمیم داور و کارت زرد دوم رو بهش نشون داد و اخراجش کرد. در این بازی حساس و نفسگیر برای هر دو تیم. هواداره داماش و شهرداری آستارا به خوبی میدونن که چقدر این بازی براشون با ارزشه. چهل 55مین دقیقه از این دیدار. منتظریم تا وقت‌های تلف شده رو داور نشون بده. 5 دقیقه وقت تلف شده برای نیمه اول این دیدار نشون داده میشه از سوی داور چهارم هادی صحرایی. یک بار دیگه داماشی ها داخل محوطه جریمه و توپی که جمع میکنه گودرز داوودی.
یک بار دیگه در سمت راست زمین داماش، توپی که فرستاده میشه فردین نجفی، یه چرخش از فردین نجفی، انبساطی، این سم بایرامی، خود بایرامی دوباره کمی عقب‌تر، محمد سجاد قلیبیکی و توپی که به بیرون رفت. دیگه دو موقعیت خوب رو داشتن داماشی ها، اما موفق نبودن به گلزنی. شهرداری آستارا 1 داماش گیلان 0 در واپسین دقایق این دیدار در نیمه اول. بازی رو دوباره از سر خواهد گرفت گودرز داوودی. داور میخواد ازش که این کار رو زودتر انجام بده. این سمت زننده تکل دیدار تا اینجای کار کاپیتان فرشید پاداش دوباره به زمین بازی برخواهد گشت. آقای عبدی رو میبینید، نماینده هیئت فوتبال استان گیلان. یک بار دیگه داماشی ها از سمت راست و توپی که باز هم راهی به دروازه شهرداری آستارا نداشت. چه گفت یه جورایی بدشانس هم هست تیم داماش در زدن ضربات آخر، شانس باشون یار نیست. کورنر، باید ببینیم از این کورنر چگونه استفاده خواهند کرد. توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و بالاخره گل. 1-1 مساوی. زننده گل بایرامی، مهرداد بایرامی گل زده و لوگوی داماش رو میبوسه. ادای احترام به هوادارای خونگرم تیم داماش. حالا همه چی برابر میشه و میاد بایرامی در آغوش مربیان خودش هم قرار میگیره. بالاخره داماش گل زد. 1-1 بازی مساوی شد در مقابل تیم 10 نفره شهرداری آستارا. گل رو ببینید، توپی که اینجا سانت شد و بایرامی وارد دروازه گودرز داوودی کرد. حالا همه چی مساوی میشه در ورزشگاه وحدت آستارا و این هوادارای خونگرم تیم داماش که خودشون رو رسوندن به ورزشگاه. نمای بهترم نداشتیم که نشون بدیم. سوت پایان بازی در اینجا به صدا در میاد و
این داور در سود خودش میدمه محمد میرزایی و بازی با نتیجه 1-1 مساوی در نیمه اول به اتمام میرسه. این هم هوادارای داماش که حالا خوشحالتر هم هستن از گلی که تیمشون در لحظات پایانی به ثمر رسونده و بازی 1-1 مساوی میشه. داورا هم میرن برای رختکن، ما هم استراحتی کوتاه خواهیم کرد و با آغاز نیمه دوم در خدمت شما خواهیم بود. قراره تا لحظات دیگه با سوت داور محمد میرزایی در این ورزشگاه آغاز بشه، اما فعلا آقای فرزینفر ناظر برگزاری این رقابت اجازه بازی رو شروع بازی رو نمیده به دلیل رفتن یکی از آمبولانس‌های حاضر در ورزشگاه. نمیدونیم به چه دلیلی رفت. با آقای آزادمرد صحبت میکنه، سرپرست تیم شهرداری آستارا. 2 تا آمبولانس میگه باید تو زمین باشه، یا آمبولانس که رفت یا آمبولانس اومد جایگزین آمبولانس قبلیه شد. حالا چرا این تعویض آمبولانس ها انجام شد رو ما متوجه نشدیم، اما یا آمبولانس رفت یا آمبولانس اومد دوباره. گل بازی رو ببینیم که داماشی ها روی ارسال کورنر این توپ رو اینگونه فرستادن و با ضربه سر مهرداد بایرامی توپ وارد دروازه تیم شهرداری آستارا شد، اما گل تیم شهرداری آستارا هم اینگونه به ثمر رسید. توپی که زدن ابتدا و اینجا فرشید پاداش گل اول این دیدار رو برای شهرداری آستارا به ثمر رسوند و همه چیز مساوی است و ما هم منتظریم تا این دیدار با سوت محمد میرزایی در این ورزشگاه آغاز بشه. داور منتظر اجازه ناظر این دیدار هست. آمبولانس رو هم نشون میدن، همکارمون خیلی خوبه. یعنی یه دونه از این آمبولانس هایی که در پشت جایگاه حضور داره و هنوز نرفته، میتونه بازی برگزار بشه. یا آمبولانس هم که داخل زمین هست. اون آمبولانس هم اگه دوستان ما نشون میدن، این آمبولانسی که دیدیم، آمبولانس دیگر رو هم ببینیم. حالا داور میره در میانه میدان و میخواد بازی رو آغاز کنه. حالا این سم منتظریم تا داور اجازه کار رو بده. حالا سوت شروع نیمه دوم به صدا در میاد و بازی در نیمه دوم رسما آغاز. این هم آره آمبولانس بعدی که در ورزشگاه حضور داره. مهرداد بایرامی یه گل رو برای داماش گیلان زده و فرشید پاداش یه گل رو برای شهرداری آستارا. نیمه دوم اینجا آغاز میشه. یه خورده هم اطراف شلوغ بود که آقای فرزینفر اجازه آمبولانس هم میاد از شبکه بهداشت و درمان و بیمارستان دکتر شهید بهشتی آستارا. چرا این کارو میکنن؟ واقعا این هم میشه یکی از داستانهای لیگ 1 ما. راننده آمبولانس این خورده جوگیر میشه، حالا خورده دنده عقب میره و انگار به زور آوردنش تو ورزشگاه. حالا نمیدونم هماهنگی میشه یا نه. به هر حال بگذریم. توپ در اختیار بازیکن تیم شهرداری آستارا. سانتری که انجام میشه، بگم که شهرداری آستارا 10 نفره است و داریوش بخت در دقایق پایانی نیمه اول از زمین مسابقه اخراج شده.
حالا این سهم بازیکن تیم داماش که دوباره سفیدپوشان آستارا توپ رو میگیرن. اعلام خطا میشه. خطا بر روی علی خدایی گرفته میشه. رضا زاهدتبار در نیمه دوم به بازی میاد. جاشو مهدی خانی به این بازیکن داد. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش گیلان علی خدایی کمی عقب‌تر بایرامی. این چهره بایرامی است زننده گل داماش تا اینجای کار. دوباره داماشی ها صاحب توپ هستن. کمی عقب‌تر بازیکن تیم داماش صاحب توپ. 11 قلیبگی سانتی که انجام میشه و گودرز داوودی به خوبی میاد و توپ رو جمع میکنه. این چهره گودرز داوودی است. خود داوودی توپ رو میزنه. اعلام خطا میشه. رحمان جهان شاهلو رو میبینید سرمربی تیم داماش گیلان. علی خدایی هم حالا یک کارت زرد رو میگیره از داماش گیلان. توپ رو میفرستن بازیکن تیم شهرداری آستارا به زمین تیم داماش و یه شوتی که زده میشه و توپ به بیرون میره. حالا احساس دردم میکنه امیر علی دادی بعد از ضربه‌ای که به ثمر رسوند. یک بار دیگه حالا داماشی ها به چپ میبرن این توپ رو از همون سمت چپ میخوان حمله رو تدارک ببینن که اعلام خطا میشه. خطا روی زاهدتبار اعلام شد. خطای خود زاهدتبار رو گرفت داور. میفرستن توپ رو. کماکان
در میانه میدان صاحب توپ بازیکن تیم شهرداری آستارا. سانتی که حالا انجام میشه پشت محوطه جریمه. ضربه سر بازیکن تیم شهرداری. حالا این سم مرداد بایرامی صاحب توپ هست. یه پاس ارزی که نرسید به زاهد تبار و توپ به بیرون رفت. این چهره زاهد تبار هست. انبساطی یکی باید بریم کورنر رو بزنه. یار شماره 3 محمد امینی. محوطه جریمه رو ببینید. توپی که حالا فرستاده میشه. دوباره امینی. یه چرخش از امینی. توپی که حالا زده میشه و برگشت توپ از مدافعین تیم شهرداری آستارا از سمت راست. دوباره قلیبگی. شریفی داخل محوطه جریمه. بایرامی لحظه رو توپ تاثیر گذاشت. شریفی توپ رو راهی کورنر میکنه. انبساطی میاد این توپ رو بفرسته. این کار انجام میده داخل محوطه جریمه. قبلش داور در سود خودش دمیده. میگه از بیرون توپ داخل اومده و خطای اوت میگیره. آغازگر بازی این چهره گودرز داوودی است. حالا عده هم میرن اونجا روی سکوها نشستن که آقای فرزینفر سریع میگه که اونجا رو تخلیه کنن. روی شیروانی نشسته بودن یه لحظه که حالا بلند میشن و میرن تو جایگاه ویژه. جایگاهی که آقای آرمان اونجا حضور داره به همراه فرماندار و شهردار آستارا. یک بار دیگه سانتری که انجام میشه. بازم رو به عقب. بازم بازیکن تیم داماش. سمت راست. بازیکن تیم شهرداری آستارا صاحب توپ. توپ در میانه میدان در اختیار داماشی هاست. صحبت میکنه شهرام حمیدی با مربی تیم خودشون فرزینفر. یک بار دیگه داماشی ها سمت راست حملی رو تدارک میبینن و توپی که به بیرون میره. آقای رضا فرزینفر ناظر برگزاری این رقابت هست. میشه گفت یه انتخاب خوبی رو سازمان لیگ انجام داده به عنوان ناظرشون رو در این بازی فرستاده. حواسش به همه چی هست و خوبه از این ناظرها در لیگ برتر هم استفاده بشه. ناظرهایی که توجه ویژه‌ای به
زمین مسابقه و اطراف دارن. دو سه باری که اینجا شلوغ شد مدیریت کرد، آمبولانس هم که رفت. میبینید آقای فرزینفر رو باز هم در صحنه حضور داره و صحبت میکنه با داور و میگم کمک میکنه به برگزاری این رقابت و نظمی که در ورزشگاه ایجاد میشه. در این بازی حساس انتخاب خوبی بود حضور آقای فرزینفر در این رقابت. یک بار دیگه بازیکن تیم شهرداری آستارا بازی را آغاز میکنه. در میانه میدان تو به بیرون میره، جایگاه ویژه رو ببینید. از سمت راست آقای چالاک حضور داره، فرمانده نیروی نظامی شهرستان بندر مرزی آستارا، فرزاد سیری رئیس هیئت فوتبال آستارا، شهردار، فرماندار آقای آرمان و دیگر مسئولین عزیزی که در جایگاه ویژه حضور دارن و بازی رو از نزدیک میبینن. تعویض قرار انجام بشه برای تیم شهرداری آستارا. یارو شماره 8 به بازی خواهد اومد. و 80 بازی رو ترک خواهد کرد. بلال عراضی بیرون میاد، سجاد سینا قنبرپور وارد بازی میشه. یه تعویض در تیم شهرداری آستارا و باید ببینیم که تفکرات قاسمی دهنوی چه خواهد بود. توپی که فرستاده میشه برای تیم شهرداری آستارا. حسن اشجاری سرمربی این تیم بود، تغییر مالکیت در تیم به وجود اومد، اشجاری رفت و قاسم دهنوی شد سرمربی. قبل از اون هم که گفتم یاشین سزاوار سرمربی تیم شهرداری آستارا بود. اعلام خطا شده و بازیکن تیم شهرداری آستارا باید این توپ رو بزنن. یه تعویضم حالا آقای رحمان جهان شاهلو میخواد انجام بده. سامان مهرابی زاده بود قرار بود بازی بیاد. این صحنه رو ببینیم، توپی که فرستاده میشه برمیگردونه توپ رو سعید ابراهیم پور. موقعیت هست برای تیم شهرداری آستارا و برگشت توپ از بایرامی. یک بار دیگه این سمت داماشی ها در قوس میانی زمین صاحب توپ، این سمت بایرامی، یه توپ به راست برای علی خدایی، سانتر خدایی که راهی کرنر شد. شهرام حمیدی میاد تا تعویض رو تحویل بده اما فعلا دست نگه میداره. کرنر رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. توپی که اینجا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و باز هم توپ هنوز به بیرون نرفته. موقعیت دارن داماشی ها. احمد احمدی رو هم در تصویر دیدید. این مهرابی زاده است که قرار بازی بیاد برای تیم داماش. حالا از سمت راست به چپ میارن توپ رو. سانتی که انجام میشه دوباره بازیکن تیم داماش توپ رو برمیگردن. پرتاب برای داماش. انبساطی
تعویض رو داور اشاره میکنه که داور ببینه و انجام بده. تعویض تعویض رو خواهیم دید. 46 با 11 سجاد قلیبیگی بیرون میاد. ناراحته که میگه باز هم باید میموندم توی باز. و مهرابیه که به بازی میاد. سامان مهرابی زاده ناراحت از تعویضی که انجام شده، به ابراز احساسات هواداران پاسخ میده اما تعویض خودش راضی نیست. شهرام حمیدی، سجاد حقدادی و دیگر دوستان هم رو نیمکت حضور دارن. یک بار دیگه در میانه میدان بازیکن تیم داماش صاحب توپ به راست میارن توپ رو. آرمان لطف خدا آرمان رو به عقب برای شریفی، توپ رو به چپ میبرن. یه توپروایی خوب از آقای تباور سانتی که انجام میشه و توپ به بیرون میره. چهل و چهار وحید اسکرپور پرتاب را انجام میده برای شهرداری آستارا. یک بار دیگه سینا قنبرپور اعلام خطا میشه، بلافاصله خطا رو میزنن بازیکن تودی. خدایی توپی که میفرسته علی خدایی و این هم هوادارهای تیم داماش. گودرز روی زمین افتاده. این هم هوادار تیم شهرداری آستارا که در ورزشگاه حضور دارن. بایرامی صحبت میکنه با جان شاهلو. بازم سرمربی تیم داماش صحبت میکنه با بازیکن خودش. هواداری تیم شهرداری آستارا تشویق میکنن تیم خودشون رو. باید منتظر باشیم تا دروازه‌بان بلند بشه. به همت باشگاه داماش گیلان 2 دستگاه اتوبوس تهیه شد تا هواداره تیم داماش رو به ورزشگاه بیاره. خود باشگاه داماش هم تصمیم به پخش زنده این دیدار گرفت و ما در خدمت شما هستیم با پخش زنده این دیدار از ورزشگاه وحدت آستارا. دیداری که تا دقیقه 67 این دیدار 1-1 مساوی است. گلی که در دقایق حدود 14 بود که فرشید پاداش برای شهرداری آستارا به ثمر رسوند و گل دقیقه 47
مهرداد بایرامی. بازی فعلا مساوی است. دروازه‌بان تیم شهرداری آستارا که روی زمین افتاده، ببینیم بازی ادامه خواهد داد یا که خیر. صورت خودش رو گرفته و از ناحیه بینی خودش احساس درد میکنه. حالا دروازه‌بان رو بیرون میبرن تا مداوا روش صورت بگیره. قطعا بازی رو نگه خواهد داشت داور. تعویضی هم که فعلا انجام نداده آقای دهنوی. این قاسم دهنوی است که در تصویر میبینید، سرمربی جدید تیم شهرداری آستارا، و این هم دروازه‌بان تیم شهرداری آستارا که دارن دروازه‌بان رو بیرون میارن. صورت خودش رو گرفته گودرز داوودی و امیدواریم که اتفاق خاصی براش رخ نداده باشه. نظری خواهد داشت. این سمت صحبت میکنه قاسم دهنوی با مربی تیم خودش. کادر پزشکی که نمیتونه به بازی ادامه بده. حداقل اون سرش رو بلند کنن. دروازه‌بان بعدی میخواد وارد بازی بشه. کاش خود سرش رو بالاتر میگرفتن. آخه این نوع بیرون آوردن هم در نوع خودش بی‌نظیره. یه بازیکن رو این گونه بیرون میارن. عرفان خلیلی رو میبینم که داره آماده میشه بیاد به زمین مسابقه. این چهره عرفان خلیلی است و آها بالاخره یکی اومد زیر سر گودرز داوودی یه بالشی رو بذاره تا یه خورده سرش بالا بیاد. یواش. خب دارن رسیدگی میکنن به وضعیت دروازه‌بان. تعویضی که اینجا قرار انجام بشه 13 عرفان خلیلی، دروازه‌بان دوم تیم شهرداری آستارا، حالا قرار بازی بیاد. هواداره داماش تشویق میکنن بازیکن تیم خودشون رو. اتفاقی افتاد براش که ما متوجه نشدیم. خب حالا دروازه‌بان دوم میاد توی دروازه قرار میگیره. عرفان خلیلی از تیم شهرداری آستارا. نتایج همزمان رو با هم مرور کنیم. مثل سونگون با شهرداری نوشهر بازیشون 2-2 مساوی شد. پیکان شهربابک یک فجر سباسی 1-0 از بهزت کرمانشاه پیشه. علی نظر محمدی بالاخره تیمش یه جا عقب افتاد. دقیقه 27 بوده که گل زده تیم فجر و بهزت عقب هست. تا جای کارم خوب کار کرده. تیمش پنجم جدوله. علی نظر محمدی. پالایش نفت بندرعباس هم 1-0 و نیروی زمینی پیشه. صنعت نفت و نفت مسیران که بازیشون 16:45 تازه آغاز میشه. این بازی هم که 1-1 مساوی تا دقیقه 72 داره دنبال میشه. شهرداری آستارا یک بازیکن کمتر داره. دروازه‌بانش هم که الان تعویض شده. یک بار دیگه بازیکن تیم
داماش فرصت هست، توپی که برگشت داده میشه. آقای تهرانی خاموشش میشه. برای چی؟ یه خورده سیم تا اگه سیم بکش. صبح هم باستر بگیم تای تهرانی. این دروازه‌بان تیم شهرداری است، گودرز داوودی. خوشبخت. دروازه‌بان تیم شهرداری آستارا تازه توی دروازه رو خوشو گرم میکنه. در حال یهویی اومد توی بازی. و یه خورده دروازه‌بان وضعیتش میکنه. یه بار به جای 2 آمبولانس 3 تا آمبولانس هم میارن تو بازیایی که تو رشت برگزار میشه، معمولا رعایت میکنن و میشه گفت از اون استانهایی هستیم که در این امر خدا رو شکر تا حالا مشکلی نداشتیم. یک بار دیگه پرتاب برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. حالا توپ رو به راست میارن، اما برگشت توپ از بازیکنای تیم شهرداری آستارا. ضد حمله از سمت چپ میخوان شکل بدن. شریفی اجازه کار رو نمیده به پیام آبچر. برگشت توپ نقش امیر علیدادی بود که داشت میرفت تیم شهرداری آستارا و برگشت توپ. 8 بازیکن تیم تیم آستارا میدونم در زمین خودشون هستن. عاشق تیمشه، تیم شهرداری آستارا، تیمی که خودش سالها توش کاپیتان بوده. بازیکن تیم داماش و توپی که راهی کورنر شد. توپ خوبی رو آوردن روی دروازه که توپ به بیرون رفت. ضربه کورنر زده میشه داخل محوطه جریمه. برگشت توپ از بازیکن تیم شهرداری آستارا. دوباره علیدادی توپ را به راست میبره. از همون سمت راست حمید حیدری، سانتی که انجام میشه. دوباره علیدادی. فرصت هست برای بازیکن تیم شهرداری آستارا. موقعیت خوبی برای این تیم و گل دوم این دیدار توسط خود امیر علیدادی به ثمر میرسه. خوشحالی هوادارای تیم شهرداری آستارا در یک دوم رو وارد دروازه داماش میکنه و این هم چهره زننده گل امیر علیدادی. هوادارا رو ببینید که چقدر خوشحالن و قاسم دهنوی که صحبت میکنه با بازیکن تیم خودش. نمیخواد این فرصت رو از دست بده، میخواد به اولین برد خودش در این ورزشگاه دست پیدا کنه، اون هم در دربی استان گیلان. بازی رو دوباره از سر میگیرن بازیکن تیم داماش گیلان. امیر علیدادی از همون سمت چپ میخوان دوباره حمله رو تدارک ببینن داماشی ها.
فرصت هست، شوتی که زده میشه، برگشت توپ فردین نجفی بود که این شوت رو زد. کمی عقب‌تر دوباره بازیکن تیم داماش از سمت چپ میارن به میانه میدان. توپی که به راست آورده میشه. خدایی به دنبال سانتر هست، کمی عقب‌تر برای شریفی رو به عقب. رفسنجانی دوباره از راست. آرمان لطف خدا. انبساطی چرا تعویض نمیکنه داماش؟ توپی که حالا فرستاده میشه، باز هم برگشت توپ. داماشی ها دوباره توپ رو میگیرن و دوباره لو میدن. حالا از سمت چپ اعلام خطا میشه. خطا بر روی علی خدایی گرفته میشه. رحمان جانشالو صحبت میکنه با شهرام حمیدی. تیم آستارا داره تعویض میکنه. 17 پیام آبچر میخواد به زمین مسابقه بیاد. این برم سعید حسین پور بود که میخواست بازی بیاد. بله این چهره سعید حسین پور هست. آبچر به بازی میاد و فرشید پاداشه که بیرون خواهد اومد. زننده گل اول تیم شهرداری آستارا میگه نه تعویض نکنید. جالب بود. دهنوی میگه تعویض انجام ندید و برمیگردونه تعویض رو. این سمت حالا دروازه‌بان دوم تیم شهرداری هم روی زمین میفته. داور میخواد از کادر پزشکی به زمین مسابقه بیاد. وقت طرف شده زیادی رو خواهد داشت نیمه دوم. 82مین دقیقه از این دیدار. تعویض رو تغییر میده آقای دهنوی و سجاد خوگر قرار بازی بیاد با شماره 2. پیام آبچر هم میخواد بیاره، اما باید ببینیم کدوم بازیکن رو تعویض خواهد کرد. دروازه‌بان بلند میشه و بازی ادامه خواهد داد. 23 فکر کنم ادریس کوچکی باشه که این چه شماره 20 فکر کنم هم 23 باشه. آره اینور 9 با 23 شماره رو دوستان ما بگیرن یک بار دیگه. 23 برعکس چه سهی بود خودشون میدونن. حالا 22 17 پیام آبچر و فرشید پاداش. 23 هم که گفتم ادریس کوچکی است، خودش متوجه شد فکر کنم که میخواد بیاد بیرون. 22 17 20 با 2 20 با 2 حمید حیدری هم به بازی میاد. 2 کی بود؟ سجاد خوگر. مگه میشه 20 و 2 هر دو بازیکن بودن که واسه به زمین بیان. در حال از این شمارهایی که روی تابلو بود من چیزی متوجه نشدم. حالا یک بار دیگه باید ببینیم که
شماره چی بوده؟ یک بار دیگه بازیکن تیم داماش داخل محوطه جریمه، فرصت هست برای داماش گیلان و برگشت توپ است بازیکن تیم شهرداری آستارا. موقعیت خوبی بود برای تیم داماش، بلافاصله پرتاب رو میخواد انجام بده. خدایی این کار انجام میده پشت محوطه جریمه. دوباره بازیکن تیم داماش تا توپ، یک بار دیگه داماشی ها از چپ میبرن توپ رو. ضربه خطا رو خواهند زد بازیکن تیم داماش. موقعیت خوب برای داماش گیلان، توپی که فرستاده میشه مهرابی زاده و توی دروازه. گل دوم آره اینجا به ثمر میرسه. سامان مهرابی زاده، بالاخره سامان هم پاش به گلزنی باز شد. 2-2 مساوی. دربی گیلان دوباره مساوی میشه. چون بازی شده این دیدار و گل هایی که تو این بازی رد و بدل میشه. تعویض هایی که انجام شد به نفع شهرداری آستارا نبوده تا اینجای کار. گل رو با هم خواهیم دید. توپی که ارسال شد، سرعت بازی زیاد هست. ببینید بلافاصله این توپ رو، توپی که اینجا فرستادن داماشی ها و مهرابی زاده وارد دروازه کرد. 2-2 مساوی. حالا جا داره اون تعویض رو هم نشون بدیم خدمت شما بینندگان عزیز. این شماری بود که عرض کردم نمیدونم چه شماری هست، همون 23 هست، ولی خب اون چه 20 که دوش اون ور بود، سهش این ور بود. داور چهارم باید بیشتر دقت میکرد رو این صحنه که به هر حال دیدید شما. 88مین دقیقه از این دار. 2-2 مساوی. همه چی در ورزشگاه وحدت آستارا مساوی است. بازی که در نیمه اول 1-1 مساوی شده بود، در نیمه دوم هم 1-1 مساوی میشه. یعنی در نیمه اول 2 گل رو دو تیم به ثمر رسوندن، 2 گل هم در نیمه دوم. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش صاحب توپ هستن. اعلام خطا میشه. یک بار دیگه داماشی ها بازی رو آغاز میکنه. ابراهیم پور یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست میارن توپ رو. داماشی ها انبساطی، فرصت برای
داماش هست، نرسید مهرابی زاده به توپ. حالا مهرابی زاده، انبساطی، موقعیت هست برای تیم داماش گیلان. ببینید توپ چگونه استفاده میکنم. توپی که زده میشه و هنوز به بیرون نرفته. موقعیت دوباره برای داماش پشت محوطه جریمه. شوتی که زده میشه و مهرابی زاده کمی دیرتر به توپ رسید و جمع میکنه توپ رو عرفان خلیلی. شهرام حمیدی، احمد احمدی و در پشت سر این دوستان زحمتکشان نیروی انتظامی. 10 دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم در نظر گرفته شده. 10 دقیقه‌ای که میشه گفت وقت داشت. به هر حال 2 بار دروازه‌بان تیم شهرداری آستار رو زمین افتاد. یک بار دیگه داخل محوطه جریمه هستن بازیکن تیم داماش که توپ به کورنر میره. کورنر رو داماشی ها خواهند زد. انبساطی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه. باز هم مشت دروازه‌بان خلیلی، باز هم دور میکنن توپ رو مدافعین. به راست میبرن توپ رو. یه سانتر دیگه و این بار سامان مهرابی زاده نتونست دروازه رو باز کنه. خیلی دارن فشار میارن در این دقایق پایانی. همه نتایج در بازی همزمان تقریبا تمام شده. فجر 1-3 به صدر رو برد. آریا اسلامشهر و شهر راست 0-0 شدن. پیکان و مثل شهر بابک 1-1 بازیشون تموم شد. مثل سنگر هم با شهرداری نوشهر بازیشون 2-2 تموم شد. مثل کرمان 2-0 نفتوگاز گشتاران رو برد و این بازی فعلا 2-2 مساوی است. باید ببینیم در پایان چه اتفاقی رخ خواهد داد. 93مین دقیقه از این دیدار. دوباره خطا و موقعیت خوب برای داماش. انبساطی میخواد این توپ رو بفرسته. کاپیتان انبساطی توپ رو میفرسته داخل محوطه جریمه و برگشت توپ. دوباره موقعیت دارن داماشی ها، دور میکنن بازیکن تیم شهرداری آستار. به خوبی هم این کار انجام میدن. حالا اعلام خطا به نفع شهرداری. بلافاصله ما بازی رو آغاز کنن. داور میگه که از کمی عقب‌تر باید بازی رو شروع کنن. تیم شهرداری آستارا در رقابت‌های جام حذفی هم باید به نوشهر بره و یک شنبه 4 آذر در نوشهر به مصاف تیم شهرداری نوشهر بره. برای این تیم در رقابت‌های جام حذفی هم آرزوی موفقیت داریم. ملوان هم در همون روز باید به مصاف چادر و ملوی اردکان بره. در اردکان منتظریم تا این توپ رو بفرستن بازیکن تیم
شهرداری آستارا کوتاه این کار انجام میدن. ضربه کورنری که زده میشه، توپی که حالا فرستاده میشه داخل محوطه جریمه و توپی که در اختیار میگیره دروازه‌بان سعید ابراهیم پور. بلافاصله بازی رو به چپ میبرن. فرمانده نیروی انتظامی شهرستان آستارا رو میبینید نظم و امنیت خاصی را به ورزشگاه بخشیدن و دربی گیلان بدون داشتن حتی یک حاشیه داره برگزار میشه. جای تقدیر داره از نیروی انتظامی شهرستان آستارا و همه دوستانی که تلاش کردن تا این بازی برگزار بشه. یک بار دیگه بازیکن تیم داماش از سمت راست موقعیت هست برای فردین نجفی و گل سوم. گل سوم رو فردین نجفی به ثمر رسون. حالا داماش گل برتری خودش رو در ورزشگاه وحدت آستارا به ثمر میرسونه و خوشحالی نیمکت نشینان داماش و این هم تماشاگرای متعصب این تیم که در ورزشگاه حضور دارن. گل نزدن داماشی ها تا اینکه خیلی دیر گل سوم رو به ثمر رسوندن. یه توپ ربایی خوب و گلی که به ثمر رسید. اینجا توپ رو فردین نجفی برداشت و گل سوم تیم خودش رو به ثمر رسوند و هوادارهای تیم خودش رو خوشحال کرد. توپ رو از زمین خودشون برداشتن، اینجا اومدن یه پاس خوبی رو فرستادن و دروازه‌ای که باز شد. 3-2 داماش در آستارا پیش میفته. فکر کنم شریفی بود که پاس گل رو فرستاد، محمد شریفی. حالا تعویض هم میخواد انجام بده. داماش 88 به بازی میاد. این چهره فرشاد هاشمی قرار بازی بیاد. کجا رفت؟ توی زمین رفت. کی اومد بیرون؟ 99 بایرام محسن انبساطی. من دیگه هول کردم تا این دقیقه پایانی. آخه به فکر بازوبند بودم که دیگه به کی میرسه. بازوبند داماش. بایرامی که بیرون اومد دادن به انبساطی. حالا انبساطی بیرون اومد و بازوبند رو ببینیم از این توپ چگونه استفاده کنه بازیکن تیم شهرداری آستارا و توپی که به بیرون زدن. بازوبند رو ندیدم به کی داده بشه. به دروازه‌بان دادن، به سعید ابراهیم پور. 99مین دقیقه از این دیدار. چه بازی شده. دربی گیلان. پاس شریفی و فردین نجفی. گلی رو به ثمر رسوند فردین و هوادارهای تیم داماش رو خوشحال کرد. یک بار دیگه داماشی ها داخل محوطه جریمه میره که یه توپی دیگر رو بفرستن روی دروازه تیم شهرداری آستارا. موفق نیستن. باز هم داماش
داماش با این برد میتونه تا رده 12 هم حضور داشته باشه. و شهرداری آستارا با 3 امتیاز همچنان در قعر جدول 18 تیمی رقابت لیگ 1 حضور داره. یک بار دیگه داماشی‌ها یه توپ ربایی، توپ رو به راست میارن، از سمت راست میخوان حمله رو تدارک ببینن. فردین نجفی، دوباره نجفی، یه توپ ربایی خوب، یه توپ عالی رسید به بازیکن تیم داماش، اما توپ رو از دست دادن و توپ به بیرون رفت. رحمان جهان شالو رو میبینی چه خبره در کنار زمین. هواداره داماش کماکان تیم خودشون رو تشویق میکنن. این هواداره داماش هستن که دارن تیمشون رو تشویق میکنن. کورنر رو ببینیم چگونه خواهند زد. و هواداره تیم شهرداری هم که در ورزشگاه حضور دارن فقط تیم خودشون رو تشویق میکنن. واقعا این رابطه دوستی بین هواداره داماش و شهرداری آستارا ستودنی است. دوباره کورنر برای داماش. توپی که زده میشه و سوت پایان این دیدار به صدا در میاد. برتری 3-2 داماش گیلان مقابل تیم شهرداری آستارا در شهرآورد شمال کشور. تبریک به هواداره تیم داماش و همچنین تبریک به مردم خوب آستارا بابت یه بازی قشنگ و جوانمردانی که از تیمشون دیدیم. این هم هواداره خونگرم داماش و همچنین هواداره شهرداری آستارا که در ورزشگاه حضور دارن و این هم خوشحالی داماشی ها. فردین نجفی زننده گل. هواداره شهرداری آستارا رو ببینید چه مردمان خوبی داریم، چه هوادارای خوبی داریم. هر ورزشگاه وحدت آستارا هم بازیکنای تیم داماش که در تصویر دارید میبینید، تماشاگر تیم داماش و هم تماشاگر تیم شهرداری آستارا سنگ تموم گذاشتن برای تیم خودشون. در حال بازی حالا تیم داماش تونست این بازی رو ببره و 3 امتیاز رو از آن خودش بکنه. امیدواریم که تو فوتبال گیلان همیشه شادی باشه. تیم شهرداری آستارا بتونه از این جایی که در جدول هست بالاتر بیاد و آرزوی موفقیت داریم برای فوتبال